در هر دور و زمان در مسیر تاریخ شخصان روی صحنه سیاست وارد می شوند که با قانون و کارنامه‌های خود و طرز عدالت پروری خود از خود تاریخ می سازند. کوروش کبیر که در سالهای 530 و 550 پیش از میلاد با طرز عدالت پروری خود نام خود را در تاریخ ثبت نموده است. ما در برنامه میراث صحبت خواهیم داشت با دکتر علم‌های تاریخ سیف‌الله ملاجان عاید شخصیت کوروش و جایگاه نوروز در زمان باستان. خوش آمدید استاد به برنامه. نخست می گفتید که وضع منطقه و جهان در زمان ظهور کوروش کبیر چگونه بود؟ درست فرمودید. برای اینکه شخصیت یک چهره در تاریخ مشخص شود در قیاس با همزمانانش این میتوان به خوبی روشن کرد. شما وقتی که میخواید یک شخصیت ارزیابی کنید ببینید که در کدام زمان زیسته. اگر ما به زمان کوروش یا به همون عهدی که کوروش به قدرت رسید نگاه کنیم، اگر در اون زمان 3-4 منطقه 3-4 مضافات یا کشوری بود که در دنیای آن روز از نگاه هم سیاسی هم از نگاه تمدنی مطرح بودند. اینها مردم یونانند، با نام عصر کلاسیکی مشهور است و این از همه نقطه بلندترین تمدن یونان همین دوره است. مردم دیگری که در این عصر مطرح بودند و دولتشون و تمدنشون مردم بابل بودند که کشوری آنها سیاستی آنها در منطقه بسیار حرفی اول میزد. دو کشور دیگر که در دنیا آن روز معروف بودند، یکی مصر بود و یکی آشور بود. این کشورها هم در دولتداری، در سیاست گستردگی قلمروی خودشان با وضع قانون و با مطرح کردن بعضی از اصولهای دولتداری در تاریخ پایدار یادگار ماندند و اینها تمدنشون نه فقط برای همون دوره که زندگی میکردند، برای دوره‌های بعدی هم بسیار اثرگذار بوده است. یعنی تمدن فقط برای یک زمانی کوتاه نبوده است و تمدنشون تبریک می‌دیم تمدن مصر، تمدن بابل و تمدن آشور و یونان، اینها تمدن‌هایی هستند که در دنیای باستان می‌درخشند. اکنون اگر برای خاطر اینکه شخصیت کوروش بیشتر مشخص شود، اگر به فرمانروایان همین حکومت ها نگاه کنیم خوبتر میدونیم که ما خوبتر میفهمیم که چقدر در میان اینها کوروش برجسته است و کارنامه‌ای که از خود به یادگار میگذارد از میان اینها فرق میکند. شما نگاه کنید به فرمانروایان بابل که تقریبا حدودی 50-100 سال پیش از کوروش زندگی کردند و کوروش در لابلای سیاست های آنها وارد شد و درخشید. بابلی ها به مردمی غیر بابلی به چشم تحقیر و به چشم حقارت می نگریستند. وقتی که بابل بر آنها پیروز می شود آیین هاشون رو برهم می تید. همین حالت ما میتونیم در مصر دیدن که مثلا وقتی که با قوم های ایبرانی و یهودی و سامی دیگر در مناسبت بودند، اونها همچون قوم برتر و قوم ممتاز خود حساب میکردند و طوری که در کتاب تورات آمده است، مثلا قوم یهود وقتی که اینها به اسارت میگیرند بهترین فرزندای همین یهودا یعنی یکچین میکردن، گلچین میکردن و از بین میبردن، مردانش غلام میکردن، زناش برای خودشون نگاه میداشتن. اگر شما تصور کنید در همین زمان کوروش پا به عرصه هستی به عرصه سیاست مینهد و او کارهایی که میکند اگر در قیاس اتفاقا یکی از سبب‌های در برابر دیگر عامل‌ها یکی از سبب‌های مشهور و محبوب، ما هم زیاد در تاریخ پادشاهی داریم که مشهورند اما محبوب نیستند، این هم مشهور می شود با کوروش، هم در میان مردم محبوب می شود. یعنی در قیاس بسیار خوب شخصیت کوروش، جهانبینی او و کارنامه او بسیار برجسته می شود و می توان در قیاس این خوبتر آموخت و ارزیابی کرد. استاد چرا انا همین لشکرکشی های کوروش کبیر را ما برخلاف دیگر فرمانروایان مشهور تاریخ به یک نحو سفید قلمداد میکنیم؟ وقتی ما قوم های پیروز هم میبینیم که وارد یک پایتخت، وارد یک کشور میشوند و گویا بر اون سرزمین تسلط مییابند، اینها رفتاری میکنن که بعضا وقت قلم از نوشتن آن شرم دارد، یعنی بر جان و ناموس و مال و خلاصه اون سرزمین خودشون مسلط میدونن و هر چی که دلشان خواهد روا میبینن. بعضیا میخوان چشم مردمان دیگر رو بترسانن. دو لشکرکشی ما ببینیم، ما مشخص میبینیم که شیوه کوروش چگونه است. وقتی که
بین کشور لیدیا در سرزمین امروزه آسیای خرد، یعنی در جایی که امروزه کشور ترکیه است. در وقتی که به این کشور هجوم میکند، حمله میکند کوروش، در آستانه حمله اینها با همدیگر حتی مبادله دیپلماتی داشتن. حتی اینها پیشنهاد میکنند که با راه صلح و با راه مذاکره حل کنیم مسئله را. پادشاه لیدیا چی میکند؟ سر باز میزند و حتی یکی از مورخان بسیار قصه عجیب میبرد، میگه که این آنچنان باور داشت، آنچنان مغرور بود و منجما رو دعوت میکنه، میگه که به من بگوید که من میخوام لشکر کشم، سرنوشت لشکرکشی من چی میشه. اونها میبینند سرنوشت لشکرکشی، میگن که اگر تو لشکر کشی یک دولتی بزرگ بر هم میخورد. وقتی که جنگ اتفاق میافتد و این خودش شکست میخورد و اسیر میافتد، با وقتی به منجما میگه شما چرا با من خیلی گفتید؟ اینا گفتند که ما نگفتیم که کی شکست میخورد، ما گفتیم شکست میخورد، یعنی منظور ما خودت بودی. چرا؟ چون تکبر و همون بودی در سر داشتن این حتی به خودی منجماش هم پسند نبود. و انگار شما ببینید کوروش پیروز میشود، این حاکم لیدیا کرز شکست میخورد، لیکن بسیار با بزرگواری از گناه او در میگذارد و او رو میبخشد. یا که همین گناه وقتی که آغازگری جنگ با بابل و مناسبتی که با کشورهای با مردمی شکست خورده نبوناهید فرمانروای بابل میکرد، وقتی که مناسبتش با او هم میبینیم او شکست میخورد، اما مناسبتی که با مردم این کشور میکنند، یعنی اول با مردم، یعنی مردم به اسارت نمیگیرند، آیین مردم تحقیر نمیکنند، حتی احترام میگذارد. یعنی شیوه برخورد او با دشمنانش مشهور و محبوب کرده است. استادان، همین اعلامیه کوروش کبیر رو در جهان امروزه تمام جهان خوب پذیرفته شده است. اینچنین سال 1948 در دکلراسیای سازمان ملل متحد این اعلامیه را خوب پذیرفتند و به رسمیت شناختند. خوب شما ماهیت اعلامیه کوروش را در چی میبینید؟ قانونگذاری کوروش را میبینید. کوروش یک پادشاهی پیروز، یک پادشاهی بسیار قدرتمند که ملل و اقوام گوناگون در تحت انقیاد و حکومتش آورده. اونها همش تابعن، میتونن هر قانونی که برای اونها جور کند اونها اطاعت کنند، چاره دیگه ندارن. اما این اعلامیه که زمینی همین قانونهای من بعدی امپراتوری هخامنشی است، این یک قانونگذاری هست که اعلامیه است که برتری سیاسی و فرهنگی یک قوم بر قوم دیگر اعلام نمیداره. یعنی میگه که مللی که در تحت حکومت من کوروش هخامنشی زندگی میکنن، اینها در حقوق و در آزادی ها و در اعتقاد و در روش برابرند. استاد، ما درباره اعلامیه کوروش کبیر یا خود شخصیت کوروش کبیر در کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان و چهره های ماندگار پیشوای ملت معلومات پیدا کرده می توانیم و بیشتری معلومات ها را از سرچشمه های بیگان هم دریافت می نماییم. سبب همین در چیست؟ یک سخن معروف است، میگن که خوشتر آن باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. کوروش ما میبینیم که اصلا بیگانه ها هم ذکر کردن هم ستایش کردن. این برای ما بسیار البته یک جنبه مثبت هم دارد، یک جنبه منفی هم دارد. مثبتش این که یعنی این دل بیگانه ها را تسخیر کرده، حکومت اون، سلطنت او و سلطنت خانوادهش به قوم های بیگانه را تحقیر نکرده است، به کشتن نداده است. ملل دیگر او را ستایش میکنند. مثال من 3 قوم میخوام نامبر کردن. یکی همین بابولیا هستند که در اون لوح ها و کتیبه هایی که از سرزمین بابل نشر شد، کوروش فرستاده مردوک میگن این مردوک نجات داد این. و خودی کوروش وقتی که وارد بابل میشود، اصلا وارد همون عبادتگاه میشود، در نزد همون مردوک تعظیم میکنند و میگد که تو بر جای خود باش، مردم بابل بر آیین خودتان بباشید. یعنی سببی محبوب شدنش. دوم شما نگاه میکنید مردمی که با کوروش بسیار محبت دارن، یهودی ها. شما کتاب مقدس یهودی ها و مسیحی ها و حتی مسلمان ها که هر سه این پیروی دینی ابراهیمی
تورات قبول دارند، کتاب تورات مسلمان هم قبول دارن، مسیحی ها و یهودی ها که کتاب دیگه آیین دینی و شریعتشون است. در همین جا شما وقتی میبینید با یک احترام خاص از کوروش ذکر می شود، او را همچون فرستاده خدا، نام خدای یهودی ها یهوه ذکر میکنند، او را همچون نجات بخش خود تذکر میدهند و حتی بعضی از دانشمندان ما مثل ابوریحان بیرونی که از کوروش آگاهی دارد، از برکتی همین کتاب تورات است. بیرونی را بینید حتی فردوسی را درباره کوروش چی ندارند، لیکن این برای چی ابوریحان بیرونی دارند؟ به خاطر اینکه در زمان بیرونی یک عالم بود، دانشمند بود و در آشنایی با تاریخ و با فرهنگ گذشته حد و مرز نمی‌شناخت. یعنی خواندن کتاب همون گونه که به آثار هندی با محبت و با احترام نگاه می‌کند و کتاب‌های آنها را می‌خواند، از خواندن کتاب‌های یهودی ها هم پرهیز نمی کند. این در اون دوره‌ای که بیرونی زندگی میکرد چیزی بسیار به ندرت اتفاق می افتاد و بسیار مردم فکر میکردن که خواندن کتاب هایی که آیین دیگران گناه حساب می شود. یعنی در برابر آن که بیگانه ها او را اصلا ستایش کردن، این ما خودمون درباره او چی نگفتیم. یعنی با از نگاه این کمبودی ما، کاستی ما که همچون یک فرمانروا، همچون یک شاهنشاهی بزرگوار به فراموشی سپردیم و بیگانه ها او را تمجید کردن. خوب میشد به بیننده ما میگفتید که مقام و جایگاه نوروز در زمان کوروش کبیر چگونه بود و این جشن با شکوه را چگونه پیشواز میگرفتند؟ سابقه نوروز از کوروش هم فراتر می رود و یک سبب آن که نوروز از تمامی، البته در بیشتری دوره های بود که به این جشن بسیار زیبا مبارزه های ایدئولوژی، مبارزه های سیاسی بردن و خواستن که این از صحنه تاریخ بیرون کنن، اما چرا موفق نشدن؟ به خاطر اینکه این همخوانی با طبیعت دارد، این همخوانی با زیستن دارد، با فلسفه زیستن دارد، با فلسفه از نورستان دارد و دویم اینکه این نوروز ما با یگان دین بخوایم که آمیخته کنیم یک چیزی بیهوده می شود. این فراتر از همه این فراتر و قدیمتر و دیرینه‌تر از همه این آیین ها هست و حتی این اگر ما مقایسه کنیم در داخل خودش تمام آیین ها رو میتونن جذب کنند. هر آیین نماینده های همین آیین ها، همین دین ها و تمدن ها در نوروز میتونن حق برای زیستن، حق برای اندیششون باز کردن و اندیششون بیان کردن پیدا کنن. به این خاطر ما این به هیچ محدود نمی‌کنیم. و نکته دیگر، بیشتری حادثه های مهم تاریخی، آنطوری که طبری میگوید، آنطوری بلخی میگوید و دیگر مورخ‌ها و دانشمندان و فرهنگشناسان میگن، همین نوروز اینقدر در تاریخ خلق‌های شرق اینقدر تاثیرگذار است که بیشتری حادثه های حتی تاریخ ملل گوناگون مربوط می‌دهند مربوط می‌کنند به زمانی به روز نوروز. حتی آفرینش آدم، حتی از طوفان نجات یافتن نوح، حتی رستگار شدن بعضی از قوم‌ها و خلق‌های حتی ایرانی نژاد و غیر ایرانی نژاد. یعنی این یک گویا که فقط یک جشن نیست، فقط یک سری سال نیست، این در داخل خودش هم یک نظام زندگی هست، یک فرهنگ است، یک اعتقاد است، یک رمزی پایداری و ماندگاری است. یکی از رمزهای اتفاقا جاویدانگی نوروز هم این است که بالاتر، فراتر از آیین‌ها و از سیاست‌ها و از این بحث‌های تعصبی و نژاد پرستی و نیگلیستی است. هدف ما به گذشته احترام کردن است و در اساس آن امروز را ساختن است و برای نسل‌های آینده میراث گذاشتن است. تا برنامه‌های دیگر با روزنه جهان ما بمانید. خیر.